به شما استفاده کنندگان عزیز پروتون الیک. همکنون با همدیگه به آموزش‌های دکترینمون ادامه میدیم. قبلا 3 درس درباره فضاهای خالی با همدیگه گذروندیم. حالا به شکل فشرده میریم سراغ فلزات. خب یه اسکن دیگه‌مون رو با همدیگه میریم ببینیم. این هم یک اسکن گرفته شده توسط LB8 هستش. دستگاه هر چقدر که از نظر فیزیکی با هم تفاوت‌هایی دارن، نهایتاً در صفحه نمایش هم تفاوت‌های تصاویریشون با هم دیگه دارن و نهایتاً آنالیز و شدت این سیگنالاشون به هم میتونه ولی نزدیک باشه. فلزی که اینجا میبینیم در زمانی نه چندان دور نزدیک 49 سال پیش مدفون شده به منظور آزمایش. خیلی سال پیش دفن شده ولی فقط زمان مورد نیاز برای تشکیل فاز الکترومغناطیسی از روش نگذشته. خب ماهایی که به این کار علاقه داریم همیشه اینجور جاها آرزو میکنیم که چیزی که داریم جستجو میکنیم بیشتر از 200 سال و بین 1000 تا 2000 سال حتی قدمت داشته باشه. ذاتاً دفینه های بیشتر از 100 ساله تشکیل فاز الکترومغناطیسیشون کامل شده و یونیزاسیونشون به پایان رسیده و در صفحه نمایش دقیق و به شکلی که مقیاس ارزش‌گذاری ما رو به حرکت در بیاره دیده میشه. خب وقتی مکان ما رو میاریم اینجا با توجه به اینکه این جسم تازه دفن شده هستش، ارزش 1874 رو به ما نشون میده. در دستگاه‌های تک سنسور یا با سنسور زیاد از روی لیستی که همراه دستگاه هستش معنی ارزش‌هایی که مقیاس نشون میده رو میتونیم ببینیم و بفهمیم و بدونیم که چه چیزی رو داره نشون میده. اینجا دستگاهمون یک دستگاه خیلی حساس هستش، در ارزش بیش از 20000 نهایتا به ما وجود مس و برنز و نقره و طلا رو نشون میده. ارزش ما اینجا حدود 2000 هستش که با توجه به این فقط با توجه به شکل ژئومتریک داره به ما نشون میده که یک دفینه جدید و دفن شده در زمانهای نزدیک اینجا داریم ما میبینیم. ما هر موقعی میتونیم توی اراضی و زمینهای خودمون حفاری کنیم، یه چیزی رو دفن کنیم، بعد ازش همچین اسکن تهیه کنیم و همچین تصویر رو به دست بیاریم. فقط اگه دفینمون جدید باشه و جنسش حتی اگه از طلا هم باشه مقیاس اون باز حرکت نمیکنه. این حرکت نکردن دلیلش کامل نبودن فاز الکترومغناطیس و یونیزه نشدنش هستش که باعث میشه ما این رو نتونیم روی مقیاس ارزش اون ببینیم.